سلام خوش اومدید به اولین ویدیو سطح B1 زبان هلندی. من مهرانه هستم و تو این سری ویدیوها میخوایم با هم دیگه یه سری جملات سطح B1 زبان هلندی رو با هم یاد بگیریم. Laten we beginnen. بریم که شروع کنیم. Belangrijke zinnen. یه سری جملات خیلی مهم. جمله شماره اول. Ik zie tot mijn genoegen dat ik precies op tijd ben. Ik zie tot mijn genoegen dat ik precies op tijd ben. یعنی چی این جمله؟ خب ik precies op tijd ben خیلی براتون آشنا به نظر میرسه. اگر سطح شما به بیوان نزدیک هستش یا حتی بیوان هست، این جمله خیلی براتون یه بخشش آشنا به نظر میرسه. ولی بخش اول ik zie tot mijn genoegen. خنوخ یعنی مثلا حالا شما میدونید دیگه کافی، مثلا خنوخ به معنی کافی هستش. ولی اینجا شما این جمله رو اینطور باید معنی کنی که خیلی خوشحالم میبینم که سر وقت اومدم. Ik zie tot mijn genoegen dat ik precies op tijd ben. خیلی خوشحالم میبینم که سر وقت اومدم. پس کلمه به کلمه معنی کردن گاهی وقتا نمیتونه اون معنی واقعی جمله رو بهتون بگه. ولی خب بعضی ها اصطلاحات رو باید یاد بگیرید، ایدیوم ها رو باید یاد بگیرید، outdrucking ها رو باید یاد بگیرید. اینجوری خیلی فهمیدن متن های سطح بیوان راحت تر میشه. اینجا کلمه‌ای که باید یاد بگیرین خنوخن هست و ایدیومی که باید بگین ik zie tot mijn genoegen هست. خیلی خوشحالم میبینم که. جمله شماره دوم de rechter keek ernaar met gefronst voorhoofd. خب اینجا یه کلمه‌ای هست به نام gefronst. باید نگاه کنیم ببینید gefronst یعنی چی؟ یعنی حالت مثلا اخم کرده، اخمو. de rechter قاضی به او با یک ابروهای درهم به او نگاه کرد. کیک که گذشته فعل کیکن، کیکن gekeken هستش. جمله شماره 3 dwars door het bos liep een hek. خود dwars معنی مختلفی داره. ممکنه مثلا با یک کلمه دیگه با هم ترکیب بشه و معنی متفاوتی داشته باشه. ولی اینجا dwars door het bos یعنی درست از میان جنگل یک حصاری گذشت. لیپ گذشته فعل لوپن، لیپن خلوپن هستش. درست از میان dwars door. جمله شماره 4 het is een genoegen kennis met u te maken. kennis met u te maken برای شما آشنا به نظر میرسه، اما het is een genoegen یعنی باعث خوشحالیه. من خیلی خوشحالم از این که با شما آشنا شدم، با شما آشنا میشم. در واقع het is een genoegen یعنی باعث خوشحالیه. جمله شماره 5 و در واقع جمله آخر این ویدیو ze speelt een wanhopige moeder. speelt که در واقع حالت فعل ساده، حال ساده است، spelen هست، ولی wanhopige به معنی ناامید. حالا این جمله رو بخوای کلمه به کلمه معنی کنی، یه مادر ناامید بازی میکنه. او نقش یک مادر ناامید رو بازی میکنه. معنی جمله این هستش. او نقش یک مادر ناامید رو بازی میکنه. wanhopige به معنی ناامید هستش. خب این آخرین جمله ما بود و ویدیو خیلی کوتاه هست. فکر می‌کنم اینجوری یادگیری خیلی برای آدم آسان‌تر میشه تا ویدیوهای خیلی بلند. البته ویدیوهای خیلی بلندم براتون میذارم اگه علاقه دارید به سطح B1 زبان هلندی. و خوشحال میشم که اگه محتوا رو دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. و تا ویدیوهای بعدی و 5 جمله بعدی فعلا خدا نگهدار.